به عنوان یه پزشک زیبایی بهتون توصیه میکنم که این 3 تا اشتباه رو هرگز انجام ندین. مورد آخر اشتباهیه که خودم هم مرتکبش شدم و هنوز بابتش پشیمونم. مورد اول، به جای اینکه روی تزریق غیر اصولی و قدیمی لبتون بیاین مجددا تزریق فیلر انجام بدین که باعث اردکی شدن لبتون میشه، اول آنزیم تزریق بکنین و بعد یک تزریق اصولی و خوش فرم برای لبتون انجام بدین. مورد دوم، به جای اینکه دنبال تغییرات ناگهانی و زیاد باشین، با تزریق‌های اصولی و حجم کم جلو برین. تزریق توی حجم زیاد در طولانی مدت باعث افتادگی صورت شما، جابجایی فیلر، سنگینی صورت و تغییر آناتومیک صورت میشه. مورد سوم که اشتباهیه که خودم هم مرتکب شدم، به جای اینکه پولتون رو صرف روتین‌های پوستی گرون قیمت بکنین، همون هزینه رو برای مزوژل‌ها، جوانسازها و مزوتراپی‌ها هزینه بکنین که موادی که توی همون کرم‌ها بود رو به صورت تزریقی به پوستتون میرسونه و تاثیر چند برابری داره. من دکتر کاظمینیا هستم و توی این پست درباره 3 تا از تزریق‌های زیبایی که به جای اینکه تو رو زیباتر بکنه زشت میکنه توضیح دادم.